یه جلسه خودمونیه در مورد اینکه مراحل پذیرشت که چی شد اپلای کردی، چرا این رشته، چرا انگلیس. به نظرم در مورد آمریکا هم که پذیرش داشتی اونم بگو یکم که چطوری پذیرش گرفتی، چرا نگرفتی. حالا یکی یکی میریم دیگه. اولش در مورد اپلای حرف میزنیم، بعدش در مورد اینکه چرا انتخابت چرا این بوده، بعدش هم میریم در مورد خود دانشگاه LSE که مثلا شرایط چطوری و درس چطوره و پول چطور و همه اینا. لحظه حالا ببینم کامنت چی بود. مهندسی چیه؟ نمیدونم منظورش چی بود. حالا خب یه لحظه صبر کن، من تلگرامم چک کنم. خب امروز جلسه نمیدونم چندم جلسه های مصاحبه و بچه‌هایی که اپلای کردن از عموما از رشته اقتصاد، حالا به رشته های مختلف که توی آمریکا، کانادا و امروز از انگلیس از دانشگاه LSE مهمون ما مشکات میانه ساز که سال اولشون تقریبا تموم شده توی رشته کلا یه ساله. یه سال است دیگه. آره. رشته رگولیشن تو دانشگاه LSE دپارتمان گاورننس و لیسانستون رو دانشگاه دانشگاه تهران اقتصاد خوندید. و حقوق. آره. حقوق و اقتصاد دو رشته‌ای خوندی. آره خب حالا یه توضیح خلاصه‌ای خودت بده که مثلا برای اپلای چی کارا کردی، از معدل، از ریکام، نمیدونم زبانت چطوری بود، جیاری دادی ندادی، یه همچین چیزایی رو توضیح بده که حالا در ادامه‌اش بریم میشه. خب من اولش که اصلا رشتم حقوق بود، ورودی 96 حقوق دانشگاه تهران بودم. بعد از 97 اونم بهمن، ترم بهمن شروع کردم اقتصاد رو هم خوندم. نمیخواستم که همیشه هم که از بچگی دوست داشتم از ایران برم. بعد همه میگفتن که حقوق نخون وقتی که وقتی که پیش دانشگاهی بودم. بعد اینجوری بودم که چرا؟ بعد اینطور بودن که تو که برنامه رفتن داری و همه زندگی می‌خواستی بری، حقوق فایده نداره و مثلا پوزیشن‌های حقوق کم یعنی سخته. میگفتن اپلای سخته. بعد من میگفتم خب اگه سخته اشکال نداره، کار سخت رو انجام میدم، مثلا اشکال نداره، سختی رو تحمل میکنم. و اگه فهمیدم که نه، این سختی که میگن سخت نیست، نشدنیه. یعنی یه چیزی حدود نشدنیه. یعنی اپلای کردن و ادمیشن گرفتن از حقوق اصلا سخت نیست اونقدر. فاند گرفتن و هزینه هاش وحشتناکه، هزینه های لا اسکول وحشت. بعد ولی این دلیل نبود که بیام اقتصاد بخونم. اقتصاد صرفا واسه اینکه دوست داشتم که، یعنی دوست نداشتم که فقط همش حقوق بخونم و دوست داشتم که ریاضی قاطی زندگیم بشه. اومدم سمت اقتصاد. وقتی که می‌خواستم اپلای کنم رفتم پیش یکی از استاد دانشگاه حقوق که از ترم 1 و 2 گفته بود هر وقت خواستی اپلای کنی بیا از من ریکام بگیر. رفتم بهش گفتم که آقا مثلا من بین اینو اونو فلان و فلان و فلان بهمون موندم نمیدونم چی اپلای کنم. به حقوق جزام خیلی علاقه داشتم. میدونم همه آدمایی که اومدن اینجا دارن گوش میدن اقتصادی این چیزایی که میگم هیچ ربطی بهشون نداره، شرمنده. ولی خب چون که قرار بگم که چه شد که به اینجا رسیدم مجبورم برم. بعد بهش گفتم که آره مثلا من جزا اینا خیلی دوست دارم. یه شاخه ای از حقوق و اقتصادم هست بهش میگن دقیقاً لا ان اکونومیکس، اینم خیلی دوست دارم. بعد بهم به عنوان استاد حقوق جزا گفتش که نه یا جزا بخون. و دلیلش این بود که یعنی طور بود که آقا مثلا جزا با همینا میدونن، ولی این دانشگاه ما به طور خاص و ایران اینا کسی که لا ان اکونومیکس بلد باشه کم داره. تو اگر یه روزی بخوای برگردی یا بخوای یه حرفی راجع به حقوق ایران بزنی میتونی تو این زمینه یه چیزی خودت داشته باشی، یه چیزی که بقیه آدم‌ها ندارن. و من اینطوری که
برگشتن که آقا لان اکانومیکس رو باید کجاها چجوری خوند. یه سری پوزیشن لان اکانومیکس پیدا کردم دانشگاه اوترخت. یه LLM لان اکانومیکس جورج میسن تو آمریکا داشت. LLM به مستر حقوق میگن، یعنی بهش نمیگن MSc یا MA در اکثر کشورها، اسم مدرکش LLM. یه LLM لان اکانومیکس جورج میسن داشت و یه سری دانشگاه هم بودن که یه LLM کلی داشتن، ولی توی اون درس‌هایی که توی اون LLM کلیشون ارائه میشد درس‌هایی بود که میتونستی این درس‌ها رو میتونستی برداری و یه سری درس لان اکانومیکس داشت. خلاصه من با این آپشن که من لان اکانومیکس خواهم خوند شروع کردم اپلای کردم. توی ذهنم این بود که من باید دانشگاه خوب برم، مثلا اصلا از یه رنک پایین اپلای نخواهم کرد فلان بهمان، و بعد هم فاند بگیرم دیگه، پول نداریم مثل یک ایرانی، یک تیپیکال ایرانی پول نداریم. نگاه کردم ببینم کدوم لا اسکولا مثلا یه فاندی میدن و یه چیزی میدن آدم میشه کاریش بکنه و اینا. مثلا برکلی فاندی میداد، UCLA ننوشته بود چقدر فاند میداد، صرفا گفته بود فاند میداد. من گفتم اوکی دیگه یه چیزی میده. NYU گفته بود فاند میداد. جورج میسن یه عددی گفته بود که اونو گذاشتم. اوترخت یه بورسیه داشتش، 2 تا بورسیه داره دانشگاه اوترخت، یه دونه واسه رنک هاست که گفته فقط بعد رنک باشید و اصلا گواهی رنک میخواد. یکی هم واسه رنک ها نیست ولی مثلا بعد مثلا یه بک‌گراند درستن. درست. اینا بودن دیگه. LSE هم جزو گزینه هم نبود. حالا میگم چرا جزو گزینه هم نبود، تا خیلی وقت بعد هم جزو گزینه هم. و شروع کردم این LLM ها رو اپلای کردم. این وسط مؤسسه مثلا یه کاری توی ایران شروع کردم اپلای کردن که یه کار تحقیقاتی بود راجع به حقوق رقابت و اینجا شد که من با حقوق رقابت آشنا شدم و فهمیدم که آقا به غیر از لان اکانومیکس یه شاخه‌ای به اسم کامپتیشن هم وجود داره که اینترسکشن حقوق و اقتصاده، یعنی هم بچه حقوق دارن روش کار میکنن هم بچه اقتصاد. و با این کاملا وسط اپلای هم آشنا شدم، یعنی اپلای زبانم رو گرفته بودم. یه سری دانشگاه هستن ددلاینشون گوش مثلا این با اینا رفته کرده بودم تا رفته بود با این اینترسکشن آشنا شدم. فهمیدم که آقا مثلا برخلاف لان اکانومیکس خیلی هاشون دانشکده حقوق قرار میدن، این قسمت کامپتیشن رو دانشکده های اقتصاد قرار میدن. مثلا تولوز توش خیلی خفنه و اون ددلاینش رو از دستم. یعنی وقتی فهمیدم که ددلاین ها رو از دست داده بودم دیگه همیشه داشتم می‌ذارم تو سر خودم. این وسط فهمیدم که BSE بارسلونا اسکول اف اکونومیکس هم یه دونه پروگرام مستر حوزه همین رقابت و رگولیشن و اینا داره. خب این شد سبد اپلای عجیب غریب من. جیاری هم ندادم. پرسیده بودی که جیاری دادی یا نه؟ نه جیاری ندادم و انقدر من سر زبان اذیت شدم که یه سر زبان من تبدیل شدم به سردار آزمون زبان. اینم باید بگم من زبانم خیلی خوب نبود، نه به خاطر اینکه اولا مثلا دبیرستانی بودم یه بار تا ادوانس خونده بودم تمام شده بود و جزو انسان‌هایی که فیلم ببین و سریال ببین و با زبان ارتباط همیشگی داشته باشه نیستم. یعنی من فیلم و سریال فارسی هم نمیبینم. الان میگم نامم چند شد. بعد یه مدت طولانی هم فرانسه میخوندم. کلا انگلیسی گذاشته بودم کنار، داشتم به یه زبان دیگه میخوندم. واسه همین وقتی که اینطور شدم که اوکی الان اپلای من با زبان انگلیسی این فرانسه بیش دردم نمیخوره، یه زبان متوسطی داشتم که گرامرم خوب بود، کلا دستور زبانم خوب بود ولی حرف زدنم افتضاح بود. به خاطر همین که مثلا حرف زدن آدم‌های معمولا خوبه که اگه دقت کنید فیلم و سریال زیاد می‌بینن. و شروع کردم تافل خوندن، نه آیلتس. حالا دلیلم واسه تافلم باید بگم، خیلی احمقانه است. من فکر کرده بودم دیدم که من میخوام برم آمریکا و یه سری از لا اسکول های آمریکا آیلتس قبول نمیکنن. خب مثلا خیلی هم آدم خوش‌ذوقه. هاروارد لا اسکولش آیلتس قبول نمیکرد. خب حالا مثلا یه سری دانشکده های دیگه هم آیلتس قبول میکرد آیلتس قبول. من اینجوریه که نه دیگه ببین من چون میخوام هاروارد برم، حالا اونو وایسادن من برم، من باید تافل بدم. این شکلی شد که من رفتم تافل دادم و خیلی آزمون مزخرفه. یعنی اگر میشه که آدم آیلتس بده به نظرم بعد آیلتس بده. و
آره یعنی من بعدش آیلتس هم دادم، حالا میگم سردار آزمون شدم تعریف میکنم. من یه دور تافل دادم، اینو سال آخر کارشناسیم دادم چون اون سال میخواستم اپلای کنم. بعد نمرم شد 99 آها. و 99 نمره که مثلا بچه‌های مهندسی و رشته‌های اسلام و حتی شاید خود اقتصاد به طور خاص نمره بدی واسش نباشه مثلا قبول کنم. ولی چون حقوق میخواستم، حقوقی کفش از 100، یعنی مثلا زیر 100 من نیرم هیچ جایی قبول کنم. و اون نمره، یعنی نمره تافلمو گذاشتم در کوزه، نشستم واسه میان ترمای اون سال آخر اقتصاد خوندم و کلا اپلای نکردم، یعنی هم یه نمره زبان گرفتم هیچ. درست. گفتم سال بعدش اپلای کنم. سال بعدش دوباره تافل دادم، باز چون میخواستم برم آمریکا. این دفعه شدم 103 تا نمره اومد بالا و شروع کردم باش اپلای کردم. و این از زبانم و چون انقدر تافل و ETS و اون سیستم آزمون دادن با کامپیوتر اذیتم کرد، به هیچ عنوان نمیخواستم جیاری بدم. و اصلا یه دلیلی که مثلا اقتصاد خیلی اپلای نکردم اینجوری بودم که من جیاری نمیدم. یه جوری من از این کشور خارج کنید که من به جیاری پرم گیر نکنه لطفا. این شکلی شد. اینم از وضعیت جیاری. اینو هم گفتم اپلای کردم. نتیجه ها اومد. اول نتیجه که اومد LLM UCLA بود، بعد NYU بود، جورج میسن بود، ایلینوی ات آربانا شامپین بود. اینا همشون LLM. درست. اوترخت یه بورسی، گفتم دیگه من بورسی، من رنک هم نبودم، نه تو اقتصاد نه تو حقوق رنک نبودم. معدل من بگم همین وسط، معدل اقتصادم 17.5، معدل حقوقم 18.5. یه نمره با ولی با هیچ کدومش رنگ نشدم. بعد اون بورسی اوترخت ددلاینش 31 ژانویه بود. بعد من مثل همه آدم‌هایی که اپلای میکنن یه اکسل داشتم که توش دانشگاه‌ها و ریکوایرمنت هاشون و ددلاین هاشون رو نمیدونم چند تاریکام میخوان و همه اینا رو نوشته بودم. ددلاین بورسی اوترخت رو توی اکسل هم واسه خودم 1 فوریه نوشته بودم. حالا چرا نمیدونم. و واقعا این شاید الان که انسان فول فاند راحت میتونستم باشم و نشدم به خاطر این اشتباه. شاید هم به این فاندا نمیدادن، نمیدونم. این شکلی شد که من حتی همه SOP و ریکاموم و همه چیم واسه اوترخت 28 ژانویه آماده بود، ولی به خاطر اینکه دوست داشتم بذارم شب آخر سابمیت کنم چرا هم نمیدونم، خب سابمیت کن بره، گذاشتم 1 فوریه سابمیت کردم و دیدم که نمیتونم واسه بورسیه تیک بزنم اپلای کنم و اینجوری شد که با دادن اپلیکیشن فی 100 یورویی بنده یک سلف فاند ادمیشن گرفتم از اوترخت. این شکلی بیش اینم از اوترخت که از دست دادم. دیگه چی؟ بعد نتایج NYU و UCLA و اینا اومد. دانشگاه‌های آمریکا نتایجشون رو معمولاً اواخر مارس میدن و تا 15 اپریل هم حدوداً اجازه میدن که تو آفر رو اکسپت کنی یا ریجکت کنی، که مثلا از 15 اپریل به بعد ویت لیست ها رو معمولاً بهشون خبر میدن. درست. تو همین هول و هوش بودم. واسه بورسی حامی علوم انسانی هم اپلای کرده بودم، اینم بگم. که فهمیدم مثلا پروگرامی به اسم رگولیشن در LSE وجود داره. بعد واسه LSE هم نمیتونستم اپلای کنم چون LLM های دانشگاه های انگلیس کلا اینم بگم انگلیس به خاطر اینکه خیلی آیلتس دوسته و برخلاف آمریکا که خیلی تافل دوسته، معادل های بالاتری از تافل رو واسه آیلتس میخواد. یعنی مثلا اگه آیلتس 7 میخواد تافل 110 میخواد و این دوتا اصلا واقعا برابر هم نیستن. و آمریکا هم برعکسشه، یعنی مثلا اگه میخواین بریم آمریکا گرفتن اون نمره توی تافل خیلی راحت تر از گرفتن معادل آیلتسشه. این شکلی. بعد LLMش مستر حقوقش تافل 108 میخواست. آکسفورد کمبریج 110 میخوان. آکسفورد کمبریج هم اول هست که میگم که خب اوکی هست. مثلا هاروارد 100 میخواد. آکسفورد 110 میخواد. چرا نمی؟ بعد هیچی. من این شکلی بودم که خب پس LSE هم جزو گزینه‌هام هست.
فهمیدم که یه پروگرام داره به اسم رگولیشن که این رگولیشن چون توی لا اسکول نیست، توی دپارتمان گاورمنته، 100 میخواد. چیزاش هم نگاه کردم دیدم چقدر بین رشته حقوق و اقتصاده و چقدر مثلا اون درسایی که بعد پاس کنی و اینا همون چیزایی که من میخوام و مثلا نگاه کرده بودم اون لان اکونومیکسا دارن، چون که چقدر خوبه این پروگرام. هزینه‌ش هم از LLM کمتره، LLM خیلی چیز گرونیه، حتی توی رشته از بقیه رشته‌اش گرونتره، اینجوری چقدر مناسب. همین رو میگم. بعد اینو وقتی اپلای کردم که ادمیشن وایوم اومده بود، من اینجوری بودم که خب دیگه داریم میریم سفارت آمریکا. فقط یه دوستی دارم من اینجا دانشجو دکتری تو RSC، خوش منه که تو رو خدا اینو اپلای کن. اپلیکیشن فیش هم من میدم، تو اینو اپلای کن. و من اپلای کردم. رفتم سفارت، اومدم، رفتم کلیرنس نشد که بشه و ویزای من 1 ماه پیش اینا اپروف شد تازه. من اینجا بودم. و تو اون وضعیت کلیرنس LSE به هم ایمیل زد که آقا جان تو درسته که تافلت 103 و ما تافل 100 میخوایم، ولی ما اسپیکینگ 22 میخوایم، تو اسپیکینگ 21، بیا برو یه دونه آزمون بده بیا. بعد من اینجوری چی؟ دیدی مثلا بعد ایمیل زدم بهشون که آقا مثلا نگاه کنید وضعیت قیمت دلار اینه، این یه دونه نمره است، حاجی فازتون چیه مثلا واسه یه نمره. فهم نکردن ایمیل دوباره، یعنی این شکلی بودن که یعنی اینم باید بگم ادمیشن کامیتی، ادمیشن آفیس LSE کلا چیز به اسم ایمیل نداره. همه اینایی که بهتون میگم ایمیل یه پورتاله. تو پورتال با آدم‌ها در ارتباطی و اگر توی پورتال فرمی نباشه که پر کنید با آدم‌ها در ارتباط نیستی. یعنی اینم یه مسئله مهمه، یعنی ممکنه یه سوالی واسه پیش بیاد که طبق هیچ کدوم از اون فرما نباشه و هیچ راهی واسه پرسیدنش نداری، چون همه سایت‌های دانشگاه بگردی هیچ ایمیلی نیست. بعد واسه همین مثلا نمره زبان کاندیشنال و فلان و بهمان هم فرم مثلا وجود داره که شرایط اضطراری. من اون فرم رو پر کردم، نتیجهش اومد که اپروو نشد، ما نمیتونیم به شما شرایط اضطراری بدیم، پاش برو آزمون تو آفرت مثلا کاندیشنال. و من همون حالتی که واقعا حالم به خاطر کلیرنس آمریکا بعد هر شب با گریه میخوابیدم، اینجوریم که جهنم اون آیلتس کوفتی رو بدید من بدمش بره مثلا اینطوری. و توی 3 هفته 20 روز کمتر از 3 هفته آیلتس رو خوندم، رفتم آیلتس کامپیوتری دادم، خوردم من به همون تایمی که آیلتس کاغذی لغو شد. یعنی 3 روز قبل از آیلتس کامپیوتری من آیلتس کاغذی لغو شد و من اینطور بودم که آخرش من کامپیوتر ثبت نام کردم. و دلیلی هم که کامپیوتر ثبت نام کردم که شبیه تر به تافل، اینجوریه که یه چیز باشه این وسط که من خیلی مثلا چیز آیلتس دادم، شدم 7.5. بعد که اون وای اینم خیلی اذیت کننده است، من نمیخواستم واقعا به خاطر این کار LSE نمیخواستم برم. وقتی که نمره آیلتس هم اومد LSE ایمیل زد که ما قبول کردیم تو آیلتس نداری. و من اینجوری من برای خودتون کردیم جدی کار اینجوری که من چون همه در میخوانم من اینجوری که من LSE بیا نیستم، اینا یه دونه ایمیل ندارن، اینا یه دونه چیز ندارن، این چه داره کی به اینو گفته رنگ مثلا زیر 10 مثلا این چه خراب شده چیز شد آره. بعد گفته بودن که حالا که ما قبول کردیم تافل تو واسه ما ریپورت رسمی کن. و ریپورت رسمی تافل 30 پونده دیگه. ریپورت آیلتس مجانی. من اینجوریه که من واسه اینا ریپورت نمی‌کنم، وایسیم ببینیم چی میشه. و تا تهش هم ریپورت نکردم. خب اینطوریم که من ریپورت نمی‌کنم، اینا ببینم چی کار می‌خوام بکنن. من ریپورت نمی‌کنم. من 30 پوند، من $30 دیگه هیچ جایی به هیچ پولی نمیدم. و مدرکی که واسه سفارت داده فرستن اینجا که بری سفارت باشه اسمش کزه. کزه من بدون ریپورت تافل اومد. من اینجوریه که خب اگه خودتون میخواین کز بفرست، یعنی من نشسته بودم تو خونه ریپورت نمی‌کردم، دوستام هرس می‌خوردن، مامانم هرس می‌خورد، همینجوریه که ما این همه خرج کردیم $20 دیگه هم روش بیا برو اینو ریپورت کن، چیکار می‌خوای بکنی؟ اینجوریه که نه من ریپورت نمی‌کنم. تو همین وضعیت ایمیل اومد که کزتون صادر شد. من اینجوریه که خب اگه اینا میخوان کز بدن بدون ریپورت من مشکل ندارم کزو بدم. و این شکلی شد که من رفتم سفارت. و این قصه اپلای من بود. من اومدم انگلیس. من فاند که نگیره. فاند گرفتی؟ نه LSE فاند
بده خیلی خوبی نیست. به دکتراهاش هم حتی به زور فاند، کلا انگلیس اینطوری که به دکتراهاش هم حتی به زور فاند میده و فاند داشتن توی انگلیس لزوما از طرف دانشگاه نیست. یعنی یه سری مؤسسه هستن در کنار دانشگاه پروژه‌های دکتری رو فاند میدن. نمیدونم یه سیستم خاص و متفاوتی از آمریکا داره که آقا مثلا یه استادی گرانت داره به فاند میده. درست. واسه مستر بدتر از دکترا و نه فاند نگرفتم، ولی یه اتفاقی افتاد که بعدش من 8700 پوند یعنی 1/3 شهریه‌ام از LSE اسکالرشیپ گرفتم. آها. وسط ماجرا، یعنی مثلا توی ژانویه. یعنی شهریت نزدیک 25000 پونده؟ بله. 25000 پوند صرف فاند. خب اینم بذاریم بگم دیگه، حالا که اینجا هستیم و دیگه خودمونیه، این شکلی هم نیستش که من الان کیدزاب تهران و فلان و بهمان. من از دوست‌هاییم که خارج از ایران بودن و کار می‌کردن، این درسشون تمام شده بود، این پول رو قرض گرفتم. الان تا اینجا زیر بار قرضم و قراره بعدش اگه تونستم کار پیدا کنم این پول رو خود بهشون پس بدم. یعنی اصلا چیزی نیستش که مثلا خانواده به من رسید. بعد الان کارم میکنی اونجا؟ بله. کار جنرال. کار جنرال. مثلا ساعتی چند میدن؟ 13 پوند. 13 پوند خوبه، اینجا کمتر میدن. خب ایزم لندنه، هزینه هاشم هم زیاده. آره هزینه های لندن خیلی زیاده. یکم بعدا میرسیم، اول در مورد رشته خودت اینا حرف بزنیم، بعد در مورد شرایط لندن و کلا انگلیسی اینا حرف بزنیم. خب بچه‌ها در مورد اپلای و اینا سوالی دارن؟ اگه ندارن ما بریم بجیسیم، ولی یه لحظه صبر کنیم ببینیم سوالی دارن تو چت میتونن بپرسن، یا اگه خواستین میتونید میکروفونتون هم باز کنید بپرسید. خب یه دوستی پرسیده که با معدل 18 و 12 آیلتس 6.5، ببین دکترا که پذیرش میگیری، کجا رو پذیرش بگیری مهمه. LSE احتمالاً نه، چون آیلتس چند میخواد LSE؟ دپارتمان به دپارتمان فرق داره، ولی فکر کنم کفش 6.5. 6.5 مطمئن نیستم، فکر میکنم کفش این شکلیه که حالا یه صفحه اصلا داره واسه language requirement، بعد یه سری سطح مشخص کرده، سطح استاندارد، مثلا سطح هایر و سطح ادوانسی، همچین چیز. بعد دیگه مثلا کمترین چیزی که بهش ارجاع میده توی پروگرام ها، چون هر پروگرامی هم یک صفحه داره در واقع در سایت دانشگاه، بعد مثلا ارجاع میده که آقا ما در سطح استاندارد میخوام یا در سطح هایر میخوام. بعد فکر کنم کمترینش که همون استاندارد باشه که بعضی پروگرام مثلا میخوان 6.5، مطمئن نیستم، ولی بس سایت دانشگاه چه یکم ریسکی میشه دیگه با آیلتس 6.5. حالا دکترای اقتصاد فکر کنم 7 میخواد، ولی مطمئن نیستم. مثلا یکم چیزه. دکترا هم معمولا بیشتر از مستری میخواد، چون همش باید بنویسی دیگه، تعارف که نداره. آره بعد فاندش هم خیلی خوب نیست، کلا دانشگاه‌های انگلیس فاند خیلی کم میدن. افتضاحه. همه دانشگاهاش، یعنی کمبریج اونی که حالا به من نداد ولی قرار بود بدن 18,000 پوند بود تو سال، که مثلا نصف چیزیه که آمریکا میده. ولی یه فرقی که حالا توی انگلیس با آمریکا وجود داره اینه که این پول صرفاً پولیه که چون تو دانشجو دکترایی بهت میدیم، اگر درس بدی حقوق کلاسایی که میری درس میدی رو جدا بهت میدیم، اگر کار کنی حقوق اون کارهاتو جدا بهت میدیم. تو آمریکا اون چیزی که بهت میدن فاند تی‌ایته دیگه، تو داری درس میدی در ازاشون پولو میدی. آره یکم بستگی به دانشگاهش داره، ولی روی هم رفت. مثلا NYU رو میدونم که و شیکاگو اسکالارشیپی که دارن اینطوریه که کار نمی‌کنی ولی اگه درس بدی بیشتر هم میشه. یعنی خودشون فکر کنم 32,000 تا بود، میتونی آره و تی ای برداری تا 45-50,000 میره بالا، که خیلی خوبه. کلا آمریکا یه مقدار خوبی در دانشگاهاش پول ریخته، انگلیس واقعا ازشون آره. ولی خب چیزش هم خیلی زیاده، یعنی دانشگاه به دانشگاه تو آمریکا خیلی فرق میکنه. بعضی دانشگاه هست که اصلا پول ندارن بدن به استادشون، هم پول ندارن بدن به اون دانشجو. خب سوالا رو بپرسیم دوباره. انگلیس دکترا مستقیم اقتصاد میگیره یا نه؟ LSE داره. خب LSE اصلا این شکلیه که دکتراش مستر باهاشه، یعنی دکترای اقتصادش 6 سال، یه مستر بهت میده یه دکتر. ولی من اینجا یه دختری رو میشناسم، خیلی آدم، یعنی تو ایران آدم ها زیاد میشناسنش، یاسمن سعیدی،
بچه اقتصادی زیاد میشناسن. یاسمن رتبه 1 کنکور کارشناسی سال خودشون بود و برق شریف بود، ماینور اقتصاد. درست. اومد اقتصاد LSE 2 سال اقتصاد خوند فکر کنم یا 1 سال. خود مستر یعنی LSE دکترای اقتصاد LSE مستر خودش رو هم قبول نداره، یعنی این که مستر اینجا خونده هم اون پروگرام 6 ساله رو بهش دادن بخونه. اصلا مهم نیستش که از کجا شما مستر اقتصاد گرفتین، اقتصاد دکترا LSE مستر روش هست، بعد 2 سال مستر بخونید بعد 4 سال دکترا. آره منم کمبریج گرفته بودم، حالا دکتراشو گرفتم، یعنی پروگرام 4 ساله دکتراشو، ولی 2 تا درس گفتن که اینا رو باید دوباره بخونی. کل مستر رو نگفتن، 2 ساله بود مسترش، ولی گفتن این 2 یا 3 تا درس بود که باید میخوندن. یعنی LSE اینجوری، یعنی مستر خودش رو قبول نداره، خیلی واسه من اینجوریه که خودت بدین. آره هلندم اینطوریه. من دانشگاه تیلبورگ هم پذیرش گرفته بودم، اونم اینطوری بود که میرفتی صفحه PhD اقتصادش میرفت تو مسترش، یعنی نوشته بود PhD رو که میزدی میآورد مستر. میگفت مستقیم نداریم. خب امیر مهدی میخواد سوال بپرسه، اگه میخوای میکروفونتو باز کن. سلام، خسته نباشین، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من یه سوالی داشتم. من الان دانشجوی سال اول بچلر RSM هم، نمیدونم میشناسین یا تو هلند که مار اراسموسه، و خواستم بدونم که یعنی توصیه‌ای واسه من دارین، چون بالاخره اینجا پروگرام بچلرش 3 ساله است و رشته من اینترنشنال بیزنس ادمنستریشنه و 1 سالش هم تقریبا گذشته الان دیگه. 2 سال دیگه باید دوباره در معرض پذیرش رو گرفتن و این داستان باشم و خواستم بدونم که چه چیزهایی باید آماده کنم و حواسم بهش باشه، حالا به غیر از چیزهای جنرالی که همه میدونیم و اینها و همین. سوال عجیبیه. من راستش همیشه هر کسی ازم سوال می‌پرسه اینطوریم که من یه آدمم که اپلای کرده رفته. خب من ادمیشن کمیته هیچ جایی نیستم، من چه میدونم که مثلا اون چه در نظر میگیرن. و اگر بخوام راجع به تجربه شخص خودم بگم، من همه کارهایی که انجام دادم در دوران کارشناسیم رو به قصد خودم کارها انجام دادم. هیچ وقت توی ذهنم، یعنی با اینکه همیشه زندگی می‌خواستم برم، هیچ وقت اون کارها رو به قصد رفتن انجام ندادم. مثلا میدونم که یه سری آدم‌ها اینجوریه که بریم فلان کار انجام بدیم، رزومه بشه می‌خوایم بریم فلان اینا، من هیچ وقت اینطوری نبودم. در نتیجه نمیدونم، صادقانه بخوام بگم چیزی که به نظر خودم میرسه یا بهم کمک کردی که بازم میگم این عمدی نبوده، کلا کانکشن داشتن خیلی چیز خوبیه. کانکشن نه ببینین که مثلا باید میشم کامیتی کانکشن داشته باشیم، من باید میشم کامیتی LSE کانکشنی نداشتم، ولی تو پروسه اپلایم خیلی آدم‌های زیادی بهم کمک کردن. مثلا از هیچ مؤسسه‌ای کمک نگرفتم، ولی تعداد انسان‌هایی که بهم کمک کردن که آقا اون SOP من هر بار واسه هر جایی که میفرستم تیلور بشه، یعنی درست مناسب سازی بشه به ازای هر پروگرام. مثلا شاید 10-20 تا از دوستام همش همواره با من داشتن کمک. خیلی تعداد آدم‌هایی که کمک کردن زیاد بود. دلیلش این بود که خب مثلا تعداد دوست‌ها و آشناهای زیادی توی زندگیم دارم. به نظرم حالا این خیلی ایرانیشه، خارجیش احتمالاً بهش میگن نتورکینگ، مثلا کلمه که واسش استفاده میکنن همینه. الان که توی دانشگاه خارجی هستی که آقا اصلا این امکان واسه وجود داره به دلیل اینکه تحریم نیست، نمیدونم ارتباطات بین‌المللی داره خود دانشگاه و اینا، کاری که به نظر میتونی بکنی اینه که ببینی آقا مثلا فارغ التحصیلای پروگرام شما الان کجاها رفتن، چیا میخونن، با اونها در ارتباط باشی، باهاشون دوست شی. بعدن اگه یه زمانی بخوای اپلای کنی میتونی مثلا SOP تو بدی یکی از اونا بخونه، یا نمیدونم رزومه تو بدی اون یکی نگاه کنه، یا بهت بگی که آقا مثلا ادمیشن کمیتیشون چیه، یا مثلا واقعا تو این پروگرام چی میخونن، یا مثلا چه دروس پیش نیازی لازم بوده قبل از اینکه مستر رو شروع کنه. مثلا هم یعنی این چیزی که به ذهنم میرسه اینه که آقا یادم یه وقت مخصوصا وقتی ایران نیست و میتونه این رو داشته باشه، نتورک خوب داشته باشه. آره قبول دارم.
آره خیلی ممنون. یعنی راستش همین چیزی که شما فرمودین، چون من همین الان مثلا خب یعنی انگیزه واسه خارج رفتن ندارم دیگه، خیلی اتفاقی الان خودم تو خارجم، ولی الان دارم فکر میکنم که خب حالا که من دارم بچلرمو توی دانشگاهی میخونم که از نظر جهانی بالاخره شناخته شده است و فلان و معتبرتر و فلان و اینا، نمیخوام بذارم این فرصت از دست بره. و راستش حالا من نمیدونم تجربه شما در LSE چطور بوده، ولی من اصلا اومدم اینجا و دیدم کوهی از فرصت هاست و من ناتوانم از برداشتنشون. همش داره ایونت برگزار میشه، همش داره اتفاق میفته و نمیدونم راستش واقعا باید چیکار کنم. یعنی چون که یه بخش زیادی از زمان صرف درس خوندن میشه، کارشناسی و کارشناسی 3 ساله. مثلا ارشد وارد دانشگاهی میشه که هر روز توش یه ایونتی داره برگزار میشه، خیلی هرس میخوره. اینجوریه که کلا یه سال ارشد من باید با زبان سرکله بزنم، با مسئله مالیم سرکله بزنم، با محیط جایی سرکله بزنم، تزمو بنویسم، موضوع تز انتخاب کنم، تزمو بنویسم، همه این کارامو انجام بدم. و شما هر روز ایونت میذارید، چرا؟ واسه کی میذارید که اونو شرکت کنه؟ و اینا رو واسه بچلرها میذارن و صادق باشین. واسه همین من با آدمایی که بچلر میرن خیلی همیشه حسودی میکنم و خیلی خوبه. به نظرم یه ذره کمتر درس بخون، بیشتر در ایونت شرکت کن. ممنون. امیر مهدی جان، یه چیزی هم که مهمه اینه که تو دنبال چه چیزی هستی. دنبال اینه که مثلا دکترا مستقیم بری ارشد بخونی یا دنبال بازار کاری؟ یعنی این خیلی نه راستش الان یعنی اگه الان کسی اصلا بپرسه حتما میخوام مسیر آکادمیک رو ادامه بدم و اصلا به کار کردن اینا فکر نمی‌کنم راستش. یعنی اگه اینجوری باشه خب پس میدونیم GPA مهمه و مثلا مهمه که مثلا برم توی دانشگاه پرستیجیس درس بخونم و اینها و فکر میکنم الان اینطوریه. این چیزی که دارم واسش تلاش میکنم، یعنی تا الانم به هر بدبختی که بوده GPA رو بالا نگه داشتم ولی خب خیلی از خوشی‌ها زدم، خیلی خوش نگذروندم که الان تازه دارم فکر کنم چجوری باید اینو بالانس کنم، که فکر می‌کنم یه افسانه‌ای شاید باشه بالانس کردنش. ولی خب یعنی راستش همیشه میدونی آدم‌ها میگن مثلا وقتی تو پولدار شی دیگه مثلا چی می‌خوای از زندگی، ولی وقتی تازه پولدار شی که مثلا تو الان مسئولیت نگه داشتن از فرض کن 100 میلیارد پولو داری و چقدر بار سنگینی بر دوشته. و منم الان اینطوریم که خب من به هر ترتیبی شانسی فلان که اینم های داستان طولانی داره. الان دارم بچلرم توی دانشگاه خوب توی رشته خوب میخونم، ولی نمیخوام بذارم که اینجا متوقف شم. نمیخوام یعنی الان اینجوریم که خب چجوری مستر میتونم اسکالرشیپ بگیرم، کجا میتونم برم که از اینجا بهتر باشه و اینا. ببخشید خیلی حرف زدم فقط. خب ببین، من خلاصه بخوام یه چیزی بهت بگم اینه که خب یکم در مورد این تصمیمت فکر کن، چون تو دانشگاه یه منیجمنت کار میکنی، اصولا درس میخونی، عموما اونجا میرن دنبال کار. واقعا انتخاب بهتریه، 90% مواقع انتخاب بهتریه که بری کار کنی. من حرف بزنم کلا که یه دلیل این که ماها این همه از کشورهای مختلف میتونیم بیایم مستر توی LSE بخونیم بخاطر اینکه کارشناسی خودشون نمیان مستر بخونن. یعنی اگه کارشناسی های LSE میخواستن مستر اقدام کنن، اپلای کنن، قطعا هیچ جایی واسه من از دانشگاه تهران نبود. ولی دلیل اینکه اینا نمیان مستر بخونن اینه که پوزیشن های کاری فوق العاده ای که من با مستر هم نمیتونم اونجا اپلای کنم بعد از کارشناسی واسهشون فراهم. آره، حالا تو سال اولت فکر نمیدونم قبلا هم چیز دیگه خونده بودی یا نه، ولی به نظرم فکر کن در مورد این. ولی حالا فرض رو بگیریم که دیگه تصمیم نهاییت اینه که آکادمیک بخونی و دکترا، حالا ارشدم چیز نمی‌کنم، من پیشنهادم اینه که از اون چیز اراسموس دانشگاه استفاده کن برای تز و یه کو-سوپروایزر انتخاب کن برای تزت. یعنی 2 تا ریکام خوب بگیری. 2 تا ریکام خوب خیلی مهمه، بعدش هم که معدل و زبان خوب، بقیه‌اش که کافی میشه. خب بذار من کامنت‌ها رو جواب بدم. آره، کامنت‌ها رو تون جواب بدیم. علیرضا سوال داره، بعدش میریم قسمت بعد. خب دانشگاه تهران بودن نمیدونم. یه چیزی که به نظرم وجود داره اینه که دانشگاه تهران حالا تو اقتصاد فکر کنم 300 اینای جهانه، یه چیزی هست. خب تو حقوق هیچی نیست. تو حقوق اصلا تو 1000 تا اول وجود نداره. خب چیزی که من راجع به دانشگاه تهران همیشه تو SOP و فلان و بهمان راجعش حرف می‌زدم این نبود که وای دانشگاه تهران خودش چقدر رنگ زیبایی داره. این بود که دانشگاه تهران توی ایران بهترین دانشگاه، یعنی من تو بهترین چیزی که میتونستم من دست بدم. حالا اینم که درسته یا غلطه هم یه کنار دیگه، یه بحث دیگه است. اون خارجیه نمیدونه که دانشگاه تهران مثلا حقوقش بهتره، شاید بهشتی بهتره. میشه راجعش حرف زد. این از این جهت صرفاً به نظر من تاثیر داره که اونا همه راجع به دانشگاهشون الحمدلله دروغ میگن. یعنی از دانشگاه شیراز ملت پذیرش میرن
میگن دانشگاه شیراز بهترین دانشگاه ایران بود، ما اصلا اونجا درس میخوندیم، در استنفورد ایران درس میخوندیم، در مورد دانشگاه آزاد اینو میگن، همه جا میگن. درنچه اگه میخوایم بگید دیگه. فکر نمی‌کنم خیلی چیز عجیبی باشه. پروژه پذیرش دکترا من نظری نمیدم چون اصلا ربطی به من نداره. به عقب برگردم چه کارهایی نمی‌کنم یا می‌کنم. اون ددلاین اوترخت رو درست می‌نویسم. شاید فول فاند شدم نمیدونم، ولی اگه میشدم خیلی خوب شد. بعد جیاری هم میدم، انقدر نمیگم جیاری نمیدم جیاری رو میدم. تافل هم نمیدم، آقا بیخیال هاروارد میشن. من راجع به این که کسی با چه رنگی و چه معدلی اینو کجا قبول میشه هیچ نظری ندارم چون ادمیشن کامیتی نیستم. دیگه چی؟ نه مصاحبه نداشتم. مستر مصاحبه دار اصلا وجود نداره فکر کنم، مستر اکثرا کامیته. راجع به بذار اینجا بگم تجربه من این بوده که آمریکا و انگلیس نه انگلیس نه دانشگاهایی که من اپلای کردم هیچ کدوم مصاحبه نداشتن. این شکلی خیلی بهتره چون خودی راجع به رشته من اون وقتی که داشتم این فکر بگم خیلی رشته جدیدیه. وقتی تو خود انگلیس هم میگم که رگولیشن میخونم به غیر از تو خود حتی تو خود LSE هم وقتی میگم رگولیشن میخونم چه برسه در جامعه مثلا سر کار و اینا، این آدم ها میگن رگولیشن of what. خب که آقا مثلا چی رو رگولیت میکنی؟ چون رگولیشن یا تنظیمگری یا مقررات گذاری یا همه اینها یعنی اینکه آقا مثلا یه صنعت چه میدونم تلکامیونیکیشن وجود داره، تو میری این رو رگولیت میکنی. صنعت راه هم وجود داره، تو میری این رو رگولیت میکنی. رگولیشن خالی یعنی چی؟ رشته من که جوینت دپارتمان گاورمنت یعنی حکمرانی و لا اسکوله و اصلا منتور اکادمیک منتور من دین لا اسکوله، رئیس لا اسکوله LSE یه چیزیه بین پابلیک پالیسی و حقوق و راجب تئوری های پشت این که آقا جان ما یه سری رگولاتور داریم حرف میزنن راجب این که چرا دولت ها اومدن به سمت رگولیشن از کامندن کنترل گذاشتن مثلا، یا چطوری رگولیشن توی یک جامعه تغییر میکنه، چه فشارهایی چه پرشرهایی بهش وارد میشه، یه رگولیشن جدید اداپت میشه مثلا. یا آیا رگولاتور بادی ها کپچر میشن توسط اینداستری، یا از میگم راجع به تئوری هاش حرف میزنه، راجع به اینکه چه اتفاقهایی میفته که آقا مثلا دولت ها میرن به این سمت، راجع به ارتباط همین رگولیشن با نهادهای دیگه حرف میزنه. یا آقا رگولیشن آیا همون حقوق رگولیشن آیا حقوق رقابت، تفاوت رگولیشن با حقوق رقابت چیه؟ و اینا همه چیزاییه که واسه من جذاب بودن. یه ذره باعث شد که من که دوست داشتم یه مقداری برم سمت علوم سیاسی همیشه، ولی توی ایران علوم سیاسی اصلا چیز جالبی نیست، بتونم بیام سمت علوم سیاسی راجع به تئوری‌های پشتش بخونم. و یه چیز جالبی که حالا راجع به پروگرام رگولیشن وجود داره به غیر از پایان نامه و به غیر از واحد اصلی یعنی یک دونه درس که اجباریه، بقیه درس‌ها رو هر درسی میتونیم برداریم. و اگه اجازه بدی حالا اینو تو قسمت بعدی بریم. یه دونه علیرضا سوال داره دیگه، خیلی جزئیات نریم. علیرضا هم سوالش رو بپرسه بعد دقیقاً میخوام در مورد همین حرف بزنیم. خب سلام میکنم به امین، امیدوارم حالت خوب باشه، همینطور خانم ساز و بقیه. دو تا سوال دارم، یه ذره کلیه ولی سعی میکنم کوتاهش کنم. این که سوال یک در مورد این ماجرای کلیرنس آمریکا که میدونم خیلی هم رو مخه، چجوری میشه که بعضیا واقعا درجا ویزا میشن، بعضی کلیرنسشون مثلا 3 ماه میشه، 2 ساله میشه، و حالا یعنی آیا واقعا بیسون چیز خاصیه یا نه کاملا شانسی هستش؟ یعنی اگر سوالم پرایوسی تو نیست، آیا تو بک‌گراندتون واقعا چیزی داشتید یا دیتای خاصی دارید از این که چرا آدم‌ها وارد در واقع کلیرنس میشن؟ این سوال تو سریع بپرسم. تافل که سریع‌تر به نظرم جمع میشه، چون من خودم 1-2 ماه دیگه میخوام تافل بدم. چرا آیلتس؟ الان اینم میگم. خب راجع به کلیرنس فکر می‌کنم واقعا بدترین
پروسه اداری در سطح جهان و در تاریخ بشریت کلیرنس آمریکاست. خب یعنی تا یه دوره‌ای از تاریخ بشر که اصلا اداره‌ای وجود نداشته که پروسه اداری وجود داشته باشه، از جایی که انسان‌ها تصمیم گرفتن اداره ایجاد کنن، این بهترین چیزشه. یه خبری هم ژانویه همین امسال اومد که اون اداره‌ای که توی آمریکا و این پرونده کلیرنس رو چک میکنه کلاً 30 تا کارمند داره. خب اینم اضافه کنید و اینو در نظر بگیرید که ما 700 نفر فقط پارسال توی کلیرنس موندیم. یعنی 700 نفر از تعداد همه آدم‌هایی که پارسال رفتن کلیرنس به پروگرامشون در سپتامبر پارسال نرسیدن. و خب به نظر من همون تعداد هم که کلیر کردن 30 نفر خیلی زحمت کشید. بیشتر از اون ازشون توقع نمی‌کنم. با همه این مقدمه‌هایی که گفتم، من ارمنستان بودم، ولی فکر کنم این آمار 700 تایی که میگم جمع ارمنستان و ترکیه و دبی مطمئن نیست. حالا چون از گروه‌های مربوط به کلیرنس هم لفت دادم. راجع به کلیرنس 1000 تا داستان و افسانه و اینا وجود داره و این چیزی که من میگم قطعا فقط نظر منه یا مثلا نظر من با 4 تا 5 نفر آدم دیگه و این نظر قطعی هیچ کسی نیست، چون هیچ چیز قطعی راجع، یعنی مهم اینه که آدم بدونه که هیچ چیز قطعی راجع به کلیرنس وجود نداره. درنچه هر کسی هر چیزی میگه نظر شخص خودش. خیلی لازمه. اون چیزی که من برداشت کردم تا الان اینه که هیچ قاعده‌ای وجود نداره و این چیزی که تو گروه‌های کلیرنس راجعش جوک می‌سازن، پترن، که میگن خب بچه‌ها پترن جدید در آوردیم، کی زودتر کلیر میشه، کی زودتر چیز، همه فقط باش شوخی میکنن که یه ذره مثلا سم ماجرا رو بگیرن. آره یعنی اون چیزی که من فهمیدم اینه که واقعا هیچ ربطی نداره به هیچی. من فرش گریجویت بودم وقتی اپلای میکردم، یعنی حتی گپ تحصیل نداشتم که حالا این گپ تحصیل رو داشتم با جمهوری اسلامی کار میکردم یا با کسی دیگه کار میکردم، یعنی انقدر هیچی نداشتم. هیچ تکنولوژی خاصی ربط نداره. اون چیزی که توی NYU میخواستم بخونم LLM in Legal Theory بود، حتی LLM International Law نبود، هیچ ربطی نمیتونست به جمهوری اسلامی داشته باشه. دیگه واقعا نمیدونم چی بگم که مثلا چقدر هیچی نداشتم، واقعا مثلا سابقه کار نداشتم، سابقه اینترنشیپ نداشتم، خانوادم هیچ ربطی نداشتن هیچ وقت. ولی مثلا کلیرنس 7 ماه خوردم که 7 ماه هم خیلی طبیعی بود. یعنی مثلا تو این تایمی که من کلیر شدم یه 2-3 هفته بود که آمریکا شروع کرد پشت سر هم 10 سالیه سال ما رو کلیر کردن. همینطور 10 سالی همه آدمایی که 10 سالی بودن و پشت سر هم کلیر کرد، هممون مونده بودیم مثلا 14 سالیه کلیر شد. و به نظرم خیلی شانسی، متاسفانه خیلی ناعادلانه است. متاسفانه بسیار انسان‌هایی دیدم که بک‌گراندهای خطرناک داشتن و رفتن، توی بسیج بودن و رفتن، بسیج دانشجویی کار میکردن و رفتن، و بسیار هم آدم‌هایی رو دیدم که هیچ چیزی نداشتن و موندن، پوزیشن از دست دادن. واقعا فقط همین چیزی که میتونم بگم اینه که آدم نمیدونه هیچی نمیدونه. اینا من اینی که نرفتم میگم، دوستم که درجا شد میگه، دوستم که به موقع کلیر شد میگه. درنچه فکر نمی کنم که فقط چون من نرفتم، یعنی مثلا یه زمانی هستش که آدمی که چون من نرفتم حسم خیلی بده، همه رو خیلی سیاه میبینم، ولی من حس میکنم که اونی که رفت هم وقتی داره فوش میده به این شرایط بیزار، یعنی انگار یه چیزیه که واقعا همه دارن فوش میدن. درست. و در مورد آیلتس هم پرسید اون وجود راجع به آیلتس شاید واقعا یه مقدار سلیقه‌ای باشه. من مشکلی که با تافل داشتم و هنوز هم فکر میکنم بعد از 7 8 9 10 نمیدونم چند ماه زندگی کردن در یک کشور بریتیش، همچنان اگه بخوام تافل بدم این مشکل رو دارم، اینه که من نمیتونم توی 1 دقیقه با کامپیوتر حرف بزنم. اون بوق لعنتی که میخورد که آقا حرف بزن، یک جوری استرس میگرفتم که نمیتونستم سوالو بخونم. و واسه همین واسه من احساس میکردم آیلتس خیلی آزمون منطقی تریه نسبت به تافل همه چیش. حالا شاید مثلا یه سری آدم ها خیلی کامپیوتری طور بتونن مثلا نکته و تستی تافل رو پیش ببرن. میگم منم نمره های تافلم، الان مثلا نمره تافلم هم بذار بگم، من ریدینگم رو 29 شدم،
هیچ لیسنینگ هم 29 شدم. تازه لیسنینگ هم همیشه تو خونه تی پی آر رو 30 میشد، یعنی خراب کردم که 29. ریدینگ و لیسنینگ رو 29 شدم، رایتینگ رو 25 شدم و اسپیکینگ هم 21 شد که گفتم دانشگاه 22 میخواست در همون داستان و این مشکل اسپیکینگ از پارسال تا امسال هم نشد، چون من پارسال هم اسپیکینگ هم 21 شده بود. خب یک سال هم آره دیگه، خلاص فکر نمی‌کنم که الان حل بشه. درنچه واسه من به نظرم آیاسی آزمون خیلی منطقی تری، مشخصه چی رو داره میسنجه، مشخصه چه جوری مهارتات رو باید واسش افزایش بدی، مهارتایی که افزایش میدی رو بعدن توی زندگی به دردت میخوره. اون مدل اسپیکینگ تافل به هیچ درد شما نمیخوره، به هیچ جایی تو زندگی آکادمیک هم به دردت نمیخوره که توی یه دقیقه بیای حرکت رو بزنی. اینا یه چیزی هم که باید در نظر گرفت اینه که ریپورت تافل پولیه. ریپورت تافل برای کسی، مخصوصا کسی که از ایران اپلای میکنن، خیلی گرون در میاد. هر کدومش $30 خیلی گرون در میاد. آیلتس جدید که این کامپیوتری واقعا آزمون خوبیه، خیلی آزمون خوبیه. خوبه، حالا بریم تو بخش دوم چیز، در مورد رشته خودت با جزئیات بیشتر که درساش چیه، پایان نامه داره یا نداره، و در مورد خود دانشگاه، در مورد اینکه استادایینا چطوره، در مورد سمینارینا چطوریه، ارتباطات چطوره، در مورد اینا حرف بزن. بعدش هم تو قسمت بعدی هم بریم در مورد خود شهر و اینا، شرایط زندگی چطوره. LSE میگم من با خیلی دیده بدی اومده بودم LSE، اصلا نمیخواستم بیام. رفته بودم پرینت این کارنامه آیلتس من گرفته بودم از سنتری که آیلتس دادم، آیلتس تهران سنتر، هنوزم همراهمه اون کارنامه هستیم. گذاشتم تو کیفم، گفتم میارم میکوبم رو میز اینا، حالا که از من قبول نکردن آیلتس. ولی توی مدت خیلی زیاد دلشو، یعنی خودشو تو دلم جا کرد. خیلی دانشگاه خوبیه. شاید نمیدونم، انوایو که نبودم، شاید از انوایو حتی بهتره. بی نهایت ساپورتیون. وقتی که سمت دانشگاه میای، مثلا حتی از خیابون‌های اطراف میای سمت دانشگاه، احساس میکنی که مثلا من دارم وارد منطقه امنم میشم. اینجا هیچ کسی، مثلا همه آدم‌ها تلاششون میکنن به من کمک کنن. حالا من یه مثال میزنم. من گفتم که یکی از دوستام قرار بود پول بگیرم. این دوست من کانادا کار میکنه، واسه خودش یک مسئله مالی توی کانادا پیش اومد و به من توی ژانویه گفتش که من نمیتونم قسط بعدی شهریه تو رو بدم. قسط بعدی شهریه من 8600 خورده، نزدیک 8700 پوند بود. اصلا این پول نبود که من از ایران بتونم بگیرم از کسی، خانواده‌ام. و من اینجوری بودم که اوکی، پولمون رو میندازیم روشون، برمیگردیم ایران، به اندازه یه بلیط توی حسابم پول هست، تمام. خیلی حالم بد بود. بعد LSE یه هاردشیپ فاند داره که میگه که آقا مثلا اگه توی شرایط اضطراری اتفاقی که غیر منتظره بود از برنامه‌ای واسش نداشتید رخ داد، من بهتون کمک میکنم. حالا اگر روی شهریتون، اگه مسئله هزینه زندگیتونه، حتی مسئله هزینه زندگی، این سقفش 4000 پونده. بعد من اینجوریم که خب من واسه این اپلای نمی‌کنم، این به چه درد من می‌خوره؟ من 4000 خورده پوند بقیه‌اش از کجا بیارم؟ علاوه بر دانشگاه، یعنی یک نهادی موازی دانشگاه، ما استودنت یونین داریم یا اتحادیه دانشجویی که این بودجه مستقل داره، کارمند استخدام میکنه. یه چیزی شبیه انجمن صنفیه توی ایران، ولی همه تشکل‌های دیگه دانشجویی رو هم استودنت یونین مدیریت میکنه. استودنت یونین یه سری خدمات مشاوره هم ارائه میده. رفتم به مشاورش گفتم، یعنی وقتی مشاوره بوک کردم ازش، گفتم که من توی همچین شرایطی همه جا رو چک کردم، هیچ فاندی واسه من وجود نداره. یعنی مثلا نگاه کردم ببینم به مسلمونا چی میدن، دیدم به مسلمانای بریتیش یه چیزی میدن. نگاه کردم ببینم به ایرانی‌ها چی میدن، دیدم به ایرانی‌ها کلا چیزی نمیدن. مثلا همه ملیت‌ها یه چیزی هست، واسه ایرانی‌ها هیچی وجود نداره. نگاه کردم ببینم به خاور، مثلا همه چی رو نگاه کردم، یعنی واقعا بگم هر چی، مثلا اینترنشنال استودنت ها، همه چی، لو اینکام مثلا کانتری ها، و فقط یه دونه همین دانشگاه وجود داره. این دانشگاه هم 4000 تاست. من الان باید چیکار کنم؟ برگردم کشورمون؟
و اینجور بود که تو این اپلیکیشن دانشگاه پر کن، چی کار داری که چی میشه. نتیجهش که اومد دانشگاه اینجوری بود که آقا جان این فاند هاردشیپ رو بیخیال، ما تصمیم گرفتیم فاند اصلی دانشگاه که مثلا اول سال به همه آدم‌ها میدیم اون رو به تو بدیم به مقدار 1/3 شهریت، کل 1/3 شهریت با ما خیالت راحت. و من اصلا مثل معجزه بود، هنوزم باورم نمیشه که از اون فاند رو گرفتم، چیزی که اون اولش نگرفته بودم و خیلی ناراحت بودم که چرا به من هیچی نداد. این یکی از ساپورتیو بوده، یعنی به عنوان مثال ساپورتیو بودن. و توی این پروسه، توی این اتفاقها ما باید موضوع پایان‌نامه تصویب می‌کردیم و راجع به موضوع هم تا یه جلسه دفاعتور کوچکی می‌داشتیم جلوی هم کلاسیام. و من رفتم پیش منتورم گفتم که من توی این شرایط مالی هم گفت من واقعا ازت توقع ندارم که توی این شرایط مالی راجع پایان‌نامه فکر کنی، اصلا نمی‌خواد راجعش فکر کنی، برو مسئله مالی تو حل کن، بعدا می‌شیم راجع پایان‌نامه حرف بزنیم. این مدل ساپورتیو بودن آدم‌ها رو من توی لسه خیلی دیدم. هر کسی در هر جایگاهی که هست داره تلاشش میکنه که دانشجوها در شرایط روانی خوبی به سر ببرن. اینا از دانشگاه وجود داره. یه چیز دیگه که راجع به لسه وجود داره و این رو تقریبا در انگلیس همه میدونن راجبش، اینه که مثلا برخلاف آکسفورد و کمبریج که خیلی آکادمیکن، LSE خیلی کاریه. دانش و واسه همینم یعنی شهریش به دلیل دیگه بالا. مثلا آکسفورد و کمبریج به خاطر پرستیژشون خیلی بالاه. LSE قرار نیستش که از تو یک آکادمیک در بیاره، یک آدم مثلا استاد دانشگاه که در میاره اون رو هم اگر کسی بخواد، ولی هدفش اینه که از تو یه مقدار خوبی پول بگیره ولی خیالت راحت باشه که تو بعدش وارد بازار کار میشه. امیدوارم که خیالم راحت باشه، نمیدونم، امیدوارم وارد بازار کار میشی و چند برابر اون پولی که اینوست کردید رو پس میگیری در سال اول کارت. و واسه همین یک کریر سرویس داره، یک نهادی داره توی دانشگاه که فقط راجع به کار پیدا کردن، چگونه کار پیدا کردن، نتورکینگ ایونت، حتی ورکشاپ های مختلف که آقا مثلا یه سری کار، حتی مثلا تمرین مصاحبه مارک کار، مثلا همه چی، چک کردن رزومه، چک کردن سی وی، این کارها رو خیلی جدی انجام میدن. و این نقطه خیلی خیلی قوی LSE، خیلی زیاد قوی LSE. مثلا من یادم از ماه اول دانشگاه بودم، این قولهای کانسالتنسی، واقعا قولهای کانسالتنسی یه دونه نمایشگاه گذاشتن توی یکی از مثلا ساختمان‌های دانشگاه و هر کدومشون یه غرفه داشتن، نماینده‌شون اومده بود، تو هر سوالی می‌خواستی از نماینده‌اش می‌پرسیدی، لینکدین تو با لینکدین نماینده اون شرکت مثلا جابجا می‌کردی. این کارهای LSE از این جهت خوبه. دیگه چی باید بگم راجع به دانشگاه؟ حالا در مورد همین کارا چیز کنیم. بچه‌هایی که نمیدونم ایرانی توی رشته‌تون بوده یا نه، فکر کنم نبوده، ولی مثلا در مورد بچه‌های سال قبل کجاها رفتن تا حالا نداشتیم. آره رگولیشن نداشتیم. LLM دیدم داشتیم، یعنی مستر حقوق رفت. اقتصادم که زیاد داره. فایننس هم فکر کنم داره. حتی همین الان دیگه چی داره؟ یه عالمه سکندری. یه چیزی که راجع به LSE وجود داره اینه که مثلا تو گروه ایرانیای LSE همه دارن انگلیسی حرف میزنن، چون مثلا 3/4 سکند جنریشنن، 1/4 از ایران. دیگه چی؟ LSE دپارتمان ریاضی و آمار هم داره و اونا دکترا میگیرن و دکترا مستقیم هم میگیرن. من دوست صمیمی که گفتم اینجا دانشجو دکتراه و من باش به خاطر اون مثلا پاشت اومدم LSE، کامپیوتر شریف میخوند، الان دکترای ریاضی LSE میخوند. اونجا هم الان 2 تا دختر ایرانی وجود داره و حتی یه استاد ایرانی زن داره دپارتمان آمار. آره ولی رگولیشن به طور خاص نه. فکر میکنم اولین نفر، مطمئن نیستم. بعد حالا بچه‌هایی که سال قبل کار کردن یکم مقایسهش ولی فرق میکنه، چون معمولا ایرانی‌ها وضعیت کاریشون با مثلا اروپایی‌ها خیلی فرق میکنه. ولی خب کجاها رفتن؟ یه چیزی که یادم بگم که همین کریر سرویس که گفتم یه آمار مفصل داره که آقا جان هر کسی سال قبل از این رشته‌های ما فارغ التحصیل شد، هر کسی که نه آن اوریج بعد از 6 ماه بعد از فارغ التحصیلیشون با چه حقوقی شروع کردن، پای حقوقشون چی بوده.
راجع به رشته منم هست و آماراش هم مثلا چیز شخصی و اینا نیستن، اینجوری نیست که من با چیزای دانشگاه هم لازم باشه ببینم. الان مثلا گوگل کنید میاد. فکر میکنم اینم دلیل داره ها، توی دپارتمان گاورمنت بین مسترهای مختلف دپارتمان گاورمنت بالاترین حداقل حقوق و رگولیشن داره. دلیلش هم به نظر من خیلی واضحه. من الان همکلاسیام یه سریاشون که مثلا من حقوق خوندن، یه تعدادیشون پی پی خوندن که یه رشته فکر کنم تو هم میشناسی، مثلا تو ایران وجود نداره، پالیتیکس، نه فیلسوفی، پالیتیکس، اکونومیکس، پی پی. آره برای لیسانس دیگه. آره واسه لیسانس. اینا لیسانسشون پی پی بودن، مثلا اومدن رگولیشن. به خاطر اینکه این مستر رگولیشن یه تعداد خوبیشون حقوق خوندن و وکیلن نسبت به بقیه مسترهای دپارتمان گاورمنت که علوم سیاسی ان و فلان و بهمان، خب رنج حقوق بالاتری وقتی شروع میکنن دارن. ولی این لزوما ربطی نداره به اینکه ال‌اس باعثش میشه. به خاطر اینکه مثلا توی همکلاسی من مخصوصا اونشون که از آمریکای لاتین اومدن و خیلی هم مثلا 20 نفریم کلا، اینم بگم 20 نفریم، 4 نفرشون از آمریکای لاتین اومدن، برزیل و آرژانتین و شیلی و اینا. همشون 4 سال حداقل تو کشور خودشون وکیل بودن، وکیل حرفه‌ای ان. الان اومدن یه مستر فقط بخونن، به رزومهشون اضافه میشن، اینا قطعا برگردن کشور خودشون درآمدشون خیلی عوض میشه، حتی اینجا یعنی بخوام توی مثلا لا فرمای بین‌المللی مثلا در نتیجه لزومی نداره که ال‌اس کار کرده باشه. ولی آره آمارهایی که منتشر شده اینه که درآمد فکر میکنم بیشتر ما 60,000 تاست. یه چیز جالبی هستن، عددش زیاده، به من نمیرسون ولی هست. بعد مثلا چند نفر از بچه‌هاتون قبلا کار کردن، فکر کنم اکثرشون کار کرده از یه چیزی که در پیرو اون حرف دوستمون که گفتش که آقا یه عالمه فرصت وجود داره توی کارشناسی اینجا حداقل راجع به ال‌اس میتونم بگم، راجع به کل اروپا و کل انگلیس و اینا نمیخوام حرف بزنم. خیلی با کارشناسی تو ایران که آقا جون تو میری درس میخونی، تا میری فلان بهمان، تئوری میری تا ته. اگر رشته مهندسی باشی یه دونه کارآموزی اجباری اون تهش هستش که اونم ملتی آشنایی پیدا میکنن، ساعت میزنن، تمام میشه میره. این شکلی نیست اصلا. اینا از قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن که یه سری کار کردن که اصلا اون کارا تو رزومهشون بوده که تونستن بسی قبول بشن، وگرنه ادمیشن کارشناسی ال‌اس هم بهشون نمیدادن. ولی به غیر از اون از تابستون بعد از سال اولشون تابستون‌ها اینترنشیپن. درنچه کسی که مثلا 3 سال کارشناسی میخونه قشنگ 2 تا اینترنشیپ خیلی خوب رفته توی شرکت‌های واقعا خوب و کارشناسیش که تمام میشه یک نیروی کار خیلی خیلی آماده واسه بازار کار. درنچه که آره مثلا سابقه کار اینجوری دارن. حتی مثلا ما 2 تا اینم باید بگم LSE بین‌المللی ترین دانشگاه یوکیه، به این معنی که 70% استودنت بادیش اینترنشناله و این خیلی عدد بزرگیه. ولی این به این معنی نیستش که همشون مثل ما، چون مثلا اینایی که اینترنشنال اینجا خیلیشون کارشناسیشون رو هم توی انگلیس اینترنشنال بودن. مثلا این شکلی نیست که بار اولشون با زبان انگلیسی مواجه میشن، بار اولشون با نظام مثلا آموزش انگلیسی مواجه میشن، نه هیچ کدوم از این بار اولی‌ها نیست. مثلا الان 2 تاشون هستن که کارشناسیشون کینگز یا UCL بودن، اونا هم آره مثلا از کینگز فارغ التحصیل شدن یا از UCL فارغ التحصیل شدن، همزمان که دارن مسترشون میکنن همزمان الان دارن کار میکنن. آره خلاصه میخوام بگیم کار کردنه، مخصوصا کار تخصصی، مخصوصا کار اینترنشیپ، اینا اینجا اصلا بخشی از پروسه آموزشه و از پروسه آموزش جدا نیست. ما استادامون واسمون پوزیشن میفرستن، ایمیل میفرستن که آقا من این پوزیشن رو فلانجا دیدم، بچه‌ها به نظرم شما واسش مناسبه. واسه همه میفرستن، واسه من مشکات نمیفرستن. که بیاین ببینید اپلای کنید اگه واسهتون جذابه. خب حالا یکم دیر شده، یکم تونتون بریم اینجاها رو. در مورد اینکه درسات چقدر ریاضیه، چقدر اقتصاد، چقدر حقوقه، اینم یه توضیح خلاصه بده، بعدم پایان نامه. من خیلی تو ذوقم خورد چون فکر می‌کردم که ریاضیش باید بیشتر باشه و ریاضیش خیلی کم بود. یعنی فکر می‌کردم که آقا مثلا چون که توی
صفحه ادمیشن این پروگرام ریگولیشن نوشته که از حقوق میگیریم، از اقتصاد میگیریم، از علوم سیاسی میگیریم، از این میگیریم، از اون میگیریم. خب در نتیجه یک کسی که لیسانس اقتصاد خونده خیلی ریاضی خونده، بعد الان یه چیز خیلی ریاضی ببینه داغون. خب یه 4-5 تا کلاس فاوندیشن اقتصاد داشتیم که در حد عرضه و تقاضا و نمیدونم اینجور چیزا حرف زدن که اونا رو من خواب بودم، بچه‌ای که حقوق خونده بودن داشتن گفت می‌کردن. ولی یه نکته که وجود داره اینه که گفتم چون کورس‌ها رو می‌تونی از هر جایی برداری، من یه درس کوانتیتیتیو متدز برداشتم که شبیه اختصاص سنجی پیشرفته میشه که مثلا RDD و نمیدونم دیف و اینجور چیزا با هم کار کردن، ولی از کل پروگرام رگولیشن من برش داشتم، هیچ کس دیگه اونو بر نداشت. مثلا تو اون که استادمون خیلی جالبه، بکنی درس میده خودش. آره یعنی لیسانس بکنی بوده، بعد رفته یه جای آمریکا و حالا الان استاد LSE، ولی اقتصاد دانه رسما، یعنی اقتصاد خونده زندگیش. اون کلاس 5 نفریم، هر یک نفری که هستن از یک پروگرام متفاوتی از دپارتمان گاورمنت، ولی 5 نفری با هم جمع شدیم اون کلاس مثلا کوانتیتیتیو متدز. اینجوری یه ذره جبران کردم واسه خودم و البته این واسه من جذاب بود راستشو بخوای، به خاطر اینکه بالانسش کردم دیگه. اگر توی ایران کارشناسی ها انقدر خشک یک جور نبودن و یعنی متفاوت نبودن و هیچ چیز بین رشته‌ای، یه چیزهای بین رشته‌ای وجود داشت، من نه حقوق می‌خوندم نه اقتصاد، احتمالاً یه چیز وسط مسطی می‌خوندم. الان خوشحال بودم که یه پروگرام وجود داره که من یه ذره از این برداشتم یه ذره از اون برداشتم. این از این. دیگه چی پرسیدی؟ خیلی. آره همه MSc ها یه LSE پایان نامه دارن، حتی به طور عجیب غریبی LLM توی LSE پایان نامه داره که این اصلا توی مثلا آمریکا پایان نامه نداره. تنش پایان نامه داریم، 2 ماه واسش وقت داریم. از امتحانای من که 10 جون تموم بشه تا 20 آگوست بعد سابمیتش کنم و بستگی به دپارتمان تعداد کلماتش متفاوته. پایان‌نامه‌های دپارتمان گاورمنت 12,000 کلمه است. خوبه. آره معمولا فکر کنم اون 12 تا 10,000 تا 12,000 میشه. مثلا مثلا لا اسکول LLM ها پایان‌نامه‌شون 10,000 کلمه است. خب یه سوالی بود بچه، اگه سوال دارید تون بپرسید که وقت کمه. زود روی کردشون رزومه من چی توی ادمیشن خیلی کمک کرد اینم بگم. من توی رزومم و در کنارش SOP'م تلاش کرده بودم، نمیدونم که چقدر موفق شدم، که به کمیته این رو برسونم که آقا من واقعا تلاش کردم. نمیدونم خیلی حرفی که میزنم واضحه یا نه، و در هر جایی که تونستم تلاش کردم. واسه همین رزومم پر از چیزهای پراکنده‌ای که به هم ربط ندارن بود. از اونجایی که رفته بودم توی خیریه ادبی، اینو نگفتم ولی خیلی هم چیز مهمی نیست، من طلای المپیاد ادبی بودم، کنکور ندادم، وارد دانشگاه شدم. از اونجایی که رفته بودم ادبیات درس داده بودم توی خیریه، این رو توی رزومم گذاشته بودم. از اونجایی که با هلال احمر یه کاری کرده بودم توی سیل، اون توی رزومم بود. یه دوره فرانسه خونده بودم توی رزومم بود. و یه کار دیگه ای که کرده بودم این بود که این راجع به ریکامم میخواستم اینو بگم، اتفاقا ربط داره. حتی اون جاهایی که فقط لا اسکول اپلای کردم، LLM اپلای کردم، یک ریکام از دانشکده اقتصاد جزو ریکام هام بود. واسه خودم معنی اون ریکامه این بود که آقا این آدم توی هر دو تا دانشکده آدم به درد بخوری بود، یه چیزی حالیش میشد. خواستم به اون کمیته اینو برسونم که آقا مثلا فقط تو دانشکده حقوق 2 تا استاد نیستن که منو ریفر بدن، تو دانشکده اقتصاد هم یه استادی وجود داره که آقا بگه این دانشجو خوبیه. درست. خوب. واسه LSE هم کار کردم. 2 تا ریکام فکر کنم می‌خواست، یه دونه حقوق گذاشتم، یه دونه اقتصاد. خب بچه‌ها پرسیده که کارهای داوطلبانه دانشجو تاثیر داره یا نه؟ راستشو بخوای وقتی که 38 واحد پاس می‌کنی توی یه ترم،
وقتی دو رشته‌ای هستی به کار داوطلبانه نمیرسی، فقط درس رو پاس کنی تمام شد. هیچ کار داوطلبانه در دوران کارشناسیم توی دانشگاه نکردم، یعنی از عضو انجمن اینا نبودم، ولی قطعا تاثیر داره، واقعا تاثیر داره. میگم نه به اینی که خود اون کار مهم باشه، به معنی که تو آدم تلاشگری هستی و توی کامیونیتی که هستی آدم تاثیرگذاری هستی. به نظرم دانشگاه‌ها خیلی به این چیزها بها میدن که آقا این آدم توی کامیونیتی خودش تلاش کرده خدمت کنه، کار کنه، یه قدم مثبتی برداره. مهم اینه که توی SOP بتونی اینو تعریف کنی. بگی که آقا اگه من رفتم اونجا چی کار کردم، چه تأثیری گذاشتم. درست. خب تند بریم سر آخرین قسمت که زندگی توی لندن و انگلیس چطوریه و همین دیگه. بعدش ببینیم. گرونه. گرونه. اول اینو بگم که من خیلی استرس داشتم که حالا مثلا با عنوان یک انسانی که حجاب داره چه اتفاقی واسم میفته. بعد دیدم که اینجا رو مسلمان‌ها قبل از من فتح کردن. آره. لندن به طور خاص مسلمان‌ها فکر کنم فتح کردن. چند وقت دیگه فقط با اینها هم میگیرم. از این جهت‌ها که آدم خودش باشه اینه که مسئله‌ای نداره. هر خوده‌ای، نه خود مسلمان. من احساس کردم که با این که شهر گرونیه یک عالمه آپشن واسه ارزون زندگی کردن بهت میده لندن، برخلاف یک سری جاهایی که ارزون ترن ولی هیچ آپشن اضافه‌ای بهت نمیدن. مثلا توی لندن یه اپلیکیشن وجود داره به اسم اولیو. خب نمیدونم که در کشورهای دیگه وجود داره یا نه. این شکلیه که تو توی همسایه ها و محلتون اگه کسی یه وسیله‌ای داشت که به دردش نمیخورد میذاره تو اولیو بدون هزینه، پولی نیست و تو میری اون وسیله رو میگیری. و مثلا من یه عالمه از وسیله هام رو از توی اولیو گرفتم و هیچ پولی واسهشون ندادم. از موس بگیر تا بخاری که در زمستان اینجا بخاری نبود و من رفتم بخاری از خونه مردم گرفتم اونم گوشم تو اتاق. خیلی خوب بود اینا. خب و مثلا نه ایمیل نزدم به استادم، ببخشید وسطش. دیگه چی؟ این آپشن. بعد خود LSE گرونه، مثل ایتالیا نیستش که ما سلف داشته باشیم، مثلا بریم توی سلف به قیمت مناسب تری غذا بهمون بدن. سلف دانشگاه نداریم، منسا بهش میگن. آره. ولی یه آقایی وجود داره، یه چرخی داره. خب این غذای ویگن، حتی ویژیتریانه، ویگن هر روز، حتی در دوران امتحان‌ها هر روز میاد وسط دانشگاه وای میسته یک صف طولانی، هر روز ساعت 12 تا 2 غذا میده. و مثلا من پسر بریتیش، نمیدونم دختر اروپایی، آسیای شرقی، همه مثلا وای میسیم تو صف غذا میگیریم. مثلا زمانی که آدم نهار نمیپزه، نهار نمیاره فلان بهمان، خوبه غذای مجانی سالمی که ویگنه و مثلا تو اگه حلال میخوری یا حلال نمیخوری هر چی میخوری هم اون حداقلیه که همه میتونن بخورن، واقعا همه میتونن. یا عالمه کار دانشجویی توی دانشگاه میذاره LSE سر هر چیزی که تو مثلا بریم کار رو بگیری یه کمک هزینه‌ای واسط بشه، یا به هر مناسبت بیخود و با خودی غذا توی دانشگاه میدن. و واسه همین مثلا واسه که در اصل واقعا لندن خیلی گرونه، واقعا گرونه. یعنی مثلا رستوران هاش هر شش با سطح اروپا یا ایران یا حتی آسیا اینا مقایسه میکنی عدد عجیب غریب مسخره زیادن. ولی یه سری آپشن های اینجوری دانشجویی وجود داره، کوچولو واسه دانشجوها که واسه تو زندگی دانشجویی اونقدر پرخرجی نداشته باشی. من انسان خیلی کم خرجم، راستش بگم. هر بار اون اپلیکیشن هزینه هام که مثلا هزینه هامو توش می‌نویسم، مدیریت مالی، اونو مثلا اسکرین شات میگیرم واسه این دوستم میفرستم، اینطوریه که تو رو باید بذارن توی گینس. هیچ کسی تو لندن نمیتونه با اینقدر هزینه. ولی من با 1000 تا دارم جمعش میکنم. 1000 تا که 850 پوندش فقط اجاره خونه بدون بیله، بدون. یعنی من با 150 تا دارم زندگی توی لندن. درست. بعد اجاره خونه یه اتاق سینگل؟ اتاق دبله، یعنی تختم دبله. و
خونه 2 خوابه است، یعنی من و یه خانم دیگه با هم شیر میکنیم و خیلی خوبه، من راضیم. آره یعنی خیلی آپشن خوبی بود. ولی کلا اینم اینجا هست، فکر کنم نمیدونم ایتالیا هم اینجوریه، نه میدونم که تو آمریکا و کانادا اینجوریه، خوابگاه هست خونه گرونتره. آره خوابگاه که یه دونه از خوابگاه‌های ارسی، یک ساختمون از خوابگاه‌های ارسی هستش که خوابگاه‌هاش ارزونه. به غیر از اون خوابگاه‌ها واقعا گرونه. ولی یک مجتمع خوابگاهی وجود داره اسمش از Good Enough College. دیدمش. آره نمیدونم شنیدی اسمش یا نه. Good Enough College بورسیه هم میده. خب من اینو خیلی دیر فهمیدم، یعنی تموم شده بود و اصلا من چون آگست اصلا می‌خواستم بیام همه چی تموم شد، من وقتی رسیدم هیچ چی وجود نداشت. ولی این Good Enough College بورسیه هم میده و درنچه تو میتونی که واسش اپلای کنی و مجانی بری خوابگاه. این خیلی عجیبیه ولی وجود داره. ولی خوابگاه گرونه، معمولا آدم‌ها خونه میگیرن، ملیت‌های وجود دارن مثل پاکستانی‌ها، هندی‌ها اینا که حتی اتاق رو هم شیر میکنن و از خونه مثل خوابگاه‌های ایران برخورد میکنن. دختر میگفتش که یه خونه 2 خوابه است، هر خواب 2 تا تخت دبل داره، در نتیجه 8 نفر با هم توی خونه 2 خوابه زندگی میکنن. من اصلا باورم نمیشه اینجوری که این خوابگاه نیست، ولی قشنگ شبیه خوابگاه ایران برخورد میکنن. ولی این یعنی این آپشن وجود داره. من ندیدم تا حالا ایرانی‌ها استفاده کنن انجام بدم، ولی وجود داره. و من خونم رو من اینم باید بگم، من چون خیلی دیر شد برنامه‌ام خونه نداشتم. وقتی که می اومدم رفتم 3 هفته خونه همون دوستم که گفتم که حضوری بگردم دنبال خونه. و این خونه که پیدا کردم یه 40 دقیقه با اتوبوس با دانشگاه فاصله داره و از این جهت خوبه. 40 دقیقه اتوبوس میشه من پایین تیمز میشینم یه مقدار. دانشگاه ما چسبیده به تیمزه، یه ذره بالای تیمزه. من یه 20 دقیقه پایین تیمز میشینم، یعنی یه 20 دقیقه میری از این و یه 10 دقیقه از اون ور میرسی به دانشگاه. خوبه. و یه چیز دیگه هم که راجع به لندن مهمه اینه که برخلاف کشورهای دیگه اروپایی دانشجوها روی حمل و نقل عمومی تخفیف آنچنانی ندارن. خب حمل و نقل عمومی لندن واقعا گرونه. و یک بار رئیس این حمل و نقل عمومی لندن اومده بود LSE حرف میزد، ازش پرسیدم که ما چرا تخفیف نداریم. خودم هم ازش پرسیدم چون واقعا فشار مالی خیلی زیاد بود رو. اینجوری بود که به خاطر اینکه همه اون جاهایی که داری میگی که تخفیف دارن، حتی نیویورک سوبسید میگیرن از دولت. حمل و نقل عمومی لندن حمل و نقل کاملا مستقل از دولتیه و هیچ سوبسید دولتی نمیگیره. و بستگی به این که مسیرت چقدر طولانی میشه، از مرکز شهر چقدر دور میشی، هزینه مترو چندین برابر گرون میشه. واسه همین مثلا نمیصرفه که تو بگی میرم حاشیه شهر زندگی میکنم، هزینه خونه میارم پایین. درست. هزینه خونه تو میاری پایین، هزینه حمل و نقل سر به فلک میکشه. درست. ازش خوب نیست. بعد در مورد آب و هواشی، حالا دیگه آب و هوای لندن اینا کلا انگلیس مشهوره دیگه، چقدر سخت بود، راحت بود، چطوریه؟ اونقدری که میگم بارونی نیست، ما هم صادق باشیم. و آره و من اینو فهمیدم که به خاطر گلوبال وارمینگ این داستانه که اونقدر بارونی نیست. یعنی یه 10 سال پیش میمدم همین نظر رو نداشتم، افتضاح بوده بویا. آره اونقدر بارونی نیست، ولی بارون بخش خوبی از زندگی آدمه. برف نداریم، همین فیلمایی که میسازن لندن برف یا اینا فقط تو فیلم دیده میشه. مثلا قرنی یک بار اینجا برف میاد، 4-5 سال یک بار برف رو میبینن مردم لندن. دیگه چی باید بگم؟ زمستونه مزخرفی داره از این جهت که عرض جغرافیایی بالایی داری زندگی میکنی و تا 3:30 غروبه. ولی الان از اون بر خیلی لذت بخش 10 شب آفتاب داریم. الان چند شبه آفتاب؟ 10 غروب میشه. آب و هوای این روزا چطوریه؟ من عالیه. من امروز قشنگ یه ویدیو گرفتم اینجوری بودم که من از وقت اومدم لندن انقدر هوا خوب نبود، انقدر امروز حالم خوب بود، خیلی حالم خوب بود اصلا هوا. بعد به خاطر اینکه من اینم باید بگم من شخصا از گرما متنفرم و عاشق سرما. و یه چیزی که بود، من توی ایران کاپشن نداشتم. خب اصلا چیزی به اسم کاپشن توی کمد من وجود نداشت. من که اولین خریدایی که اومدم لندن کردم رفتم کاپشن خریدم.
به عنوان کسی که عاشق بارون و سرمایه اینجا واقعا اینجوری بودم که بس دیگه تاثیرگذار بود تمومش کنید لطفاً. ولی خوبیش اینه که از اون ور آفتابش اون آفتاب مزخرف ایران نیست دیگه. آفتابش مثلا یه ذره اینجوری رو پوستته نمیشه. آره آفتاب خوبی میشه. حالا من اینو پرسیدم چون دو روز دیگه قرار بیام لندن، یه ورکشاپ هست تو LSE. آره پاور پالیتیکس؟ نه پولیتیکال اکونومی، این چیز پولیتیکال اکونومی این هیستوریکال پرسپکتیو همچین چیزی. وایستا ببینم کجا. یه چیز هایک دارید نه؟ آره ساختمون چی؟ دپارتمان ما هم داره برگزارش میکنه نه؟ پولیتیکال اکونومی واسه دپارتمان ما. بذار بگم دیگه. Workshop on Institutions and Political Economy in Historical Perspective. Hayek Program in Economics and Liberal Political History at LSE. Department of Economic History. Department of Economic History. خوشحال شدم. آره یه 2-3 روز دیگه اونجا. آره نه هوا خوبه. فقط چتر باید با خودت بیاری همیشه. یعنی چتر جدایی ناپذیر زندگی لندنی است. در آفتاب هم بارون میاد. ببینیم چی میشه. بعد راجع به آلودگی هوا هم پرسیدن. نه شهرت خیلی تمیزی از این جهت و اتفاقا چند وقت پیش من این صفحه یه شهردار لندن رو فالو میکنم آقای صادق نوشته بود که آره مثلا چیزه شهر لندن مثلا توی این چند سالی که این مسئولش بوده چقدر از نظر آلودگی هوا بهتر شده و واقعا من اصلا هوای کثیف احساس نکردم. یه مشکلی که لندن داره و اصلا آدم باورش نمیشه مشکل آبه. آبمون به درد نمیخوره. من باور نمیشد در قرن 21 در لندن آب بخرم. من همیشه آب میخرم. من تو ایران آب نمیخریدم تو تهران. آره آب خوردنش به نظرم افتضاحه. پس از چی نمیشه آب خورد؟ میشه خورد. یعنی میخورن من نمیخورم. بعد مخصوصا به عنوان ایرانی اگر چای خوردی خب اون آبو باش چای درست کنی یه چیز افتضاحی میشه باشه نمیشه چای درست کنی. خوبه جالبه. خب حالا اگه بچه هم سوالی ندارن دیگه راستش من الان امتحانامه. اگه اجازه بدی امتحانام تمام شه بعد با هم در تماس باشیم. توی گروه هستی؟ آره تو گروه هستم. آره خب از اونجا اگه بخوام میتونم پیدا کنم ولی خب بعد امتحان کی تموم میشه؟ گفتم تو گروه هستم. کل نداریم اشکال. جون گفتی تموم میشه؟ 10 جون. حالا دیگه دقیقه خب خوبه. 10 جون. حالا بعدش هم که پایان نامه ان شاءالله سال بعد. نه پایان نامه اوکیه. ببین من واسه بعضی از درسام ما درسامون لزوما امتحان نیستن. بعد اینم بعد حتما میشه بگم وقت داریم یه ذره راجع به امتحانات اسایمنت ها اینا حرف بزنم. این خیلی نکته مهمیه. ما توی ایران به غیر از درسایی که آقا ریاضی و مثلا یه مسئله میده ریاضی حل می‌کنی، درسایی که ریاضی نیست یک منبعی رو میخونی ازت میپرسه میری همون رو عیناً کپی میکنی هر چقدر شبیه‌تر به جمله‌های منبع بهتر. خب تو انگلیس اصلا اینطوری نیست و جوری که هست چیه؟ اولا اینکه کتاب نمیخونی، یک سری مقاله میخونی واسه هر درس. سوالی که میپرسه اینه که فلان چیز خوب است یا سوال شبیه سوالای آیلتس، رایتینگ آیلتس یا رایتینگ تافل تسک 2 که این چیز خوبه یا نه، agree or disagree, discuss both sides فلان بهمان. تو باید به همه اون مقاله ها سایت کنی توی 2 ساعت وقت امتحان و دیسکاس کنی اون موضوع و نظر تو بگی. و من یادم اون اوایل رایتینگ هایی که واسه استادم میفرستم استادم اینجور بود که چرا خلاصه مقاله ها رو داری واسه من میگی، آرگومنتت کو، نظر تو کو. و به عنوان کسی که توی یک نظام آموزشی درس خونده که هیچ وقت نظرش ازش نپرسیدن پیر شدم تا یه جوری بنویسم که آقا بگم اینا نظر منه، اینا بکاپه، مثلا اینا ساپورتن، اینا اوییدنس هایی که من مثلا ساپورت نظر خودم دارم واسهتون ارائه میدم ولی نظر من اینه. این از امتحانامون همشون 2 ساعته. در کل LSE همه امتحان ها 2 ساعته، همه دپارتمان ها. و این شکلیه که مثلا 10 تا سواله، یه همچین چیزی 5 تا سوال 10 تا سواله، 2 تاشو انتخاب میکنی، هر کدوم مثلا 1 ساعت طول وقت داریم
و همین مثلا یه رایتینگ 1000 کلمه اینا واسه هر سال مینویسی که دقیقا مثل تیپیکال رایتینگ آیلتس، یعنی اینترودکشن داره، یه کانکلوژن داره، آرگومنتاتو تو بادی پاراگراف ها میذاری. این از این همش هم کامپیوتری. این از امتحانا. یه سری درس هستش که امتحان نداره. اون چیزی که بر اساسش سنجیده میشی یه اسیه که مثلا بعد تا یه ددلاینی بنویس. من اسیامو تحویل دادم هفته پیش، همه اسیامو به زور تحویل دادم که اونها مثلا این شکلیه که 6000 کلمه، 7000 کلمه، 4000 کلمه اینا اسیه که تاپیکش رو باز با استاد مثلا توی آفیس آور و اینا ست میکنی، شروع میکنی راجبش نوشتن، یا اینکه مثلا استاد یه تاپیکی میده همه بعد همون رو بنویسن و حالا بستگی اینکه استاد طرح درسش چی باشه. مهم یه چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که وقتی که میخوای مشقو بفرستی اولا ایمیل نمی‌کنی به استاد، یه درگاهی وجود داره. باید حواست باشه که اون هیچ چیزی از اسم خودت هم روی اون فایلی که میفرستی نباشه، فقط شماره داوطلبیت باشه که اون شماره داوطلبی‌ها رو استادا ندارن. درست. که استاد ندونه اونو کی نوشته، که بر اساس هیچ پیش زمینه قبلی نمره نداره. و نمره ها توی لندن و این خیلی نکته مهمه، نمره ها توی انگلیس این خیلی معروفه و خیلی با آمریکا فرق داره. مثلا آمریکا فکر کنم 4 شروع میشه، 4 گرفتن اینا اصلا چیز عجیب غریبی نیست، مثلا آدم‌ها 4 میشن. اینجا نمره ها از 100 و کسی 100 نمیشه، کسی 90 هم نمیشه. خب چون که بالای 85 گرفتن یعنی اون چیزی که نوشتی پابلیشبله، میتونی فردا بفرستیش چاپ کنن و هیچ کسی چیزش پابلیشبل نمیفرسته قطعا، چون یک دانشجویه. یعنی تو اصلا باید نمرات از 85 حساب کنی و کسی 85 هم نمیشه. و مثلا نمره های سال پیش هم توی سایت هست، یعنی تو میتونی ببینی که این استاد در تمام 10 سال گذشته توی این درس چه نمره هایی داده. مثلا من داشتم نگاه می‌کردم سال پیش، دیدم مثلا رنج نمره این درسه از 65 تا 72. مثلا 72 خیلی نمره خوبیه، دیستینکشنه، چون بالای 70 دیستینکشن. آره و خلاصه این شکلی میخواستم بگم که اون قضیه پولما و این از این خبرها نیست. اینجا نمره نمیدن، نمره اسم باباشونه. و مثلا من واقعا خوشحال میشم اگه بالای 55 بشم واسه یه سری از این چیزایی که نوشتم رفته. بالای 55 این هم که 50 هم خاصیه، یعنی پس ما استاد مثلا 60 میده تا 70 و 50 میتونی بیفتی. خیلی جالبه. خوبه دیگه. عالی. دمت گرم آقا، کلی وقتتو گرفتیم. من خواهش میکنم. سوال دیگه نبود؟ جانم؟ سوال دیگه ای نبود؟ آره میخوام ببینم بچه‌ها سوالی دارن ندارن دیگه تمومش کنیم برنامه رو. یه 5 دقیقه دیگه میشه 1 ساعت و نیم. چقدر صحبت کردم. بابا. خب انگار سوالی نیست. دستت درد نکنه. اومدی تجربتو گفتی، حالا تجربه جالبی هم بود. چرا؟ من الان ویزای آمریکا رو داری تو؟ در چیز نکه پاسپورت نفرستی؟ شدم. ولی نکتهش اینه که واسه یه ویزا داشتن تو باید یه ادمیشنی که وجود داره داشته باشی که ویزا ایشو بشه روی پاسپورتت. و واسه ماهایی که مثلا ادمیشنمون از دست میره، سفارت چون میدونه که چه گندی داره میزنه میگه که اوکی یه ادمیشن جدید بفرستید، نامه ادمیشن جدید مثلا آی 20 جدید بفرستید با پاسپورتتون واسه ما ایشو میکنیم. ولی من خب ادمیشنی ندارم که. درست. خب ای بابا جلسه رو آره چیز امیر محمد سیف کرده، حالا آپلودش به یوتیوب دسته اونه، ببینیم چی میشه دیگه. پیشی که گفتید شامل ارشدم هست. پرسیدت پیشی که گفتید شامل ارشدم هست؟ اون پیشی LSE توی ریکوایرمنتاش ارشد هم هست. نه توی ریکوایرمنتاش ارشد نیست، ولی فکر کنم من امسالم دیدم یه کسی واسه اون پی اچ دی اپلای کرده، LSE بهش ایمیل زده که پیر پوشا یه دور ارشد ما رو بخون. نه به کسی نمیشه که الکی پی اچ دی نمیدیم. من نکتهش اینه که بازم اون ارشد رو خودش قبول نمی‌کنه، یه دونه ارشد پی اچ دی. یعنی واقعا کسایی که میان از ایران اینا میخونن یه 7 سال اینجا هستن. الان یاسمن سعیدی 600 سال پیش اومده هنوز داره اینجا دانش دکترا و خب دستت درد نکنه. فکر کنم دیگه سوالی نیست، ما هم دیگه رفع زحمت کنیم. دستت درد نکنه. روزتون بخیر، یعنی شبتون بخیر.
خداحافظ. حالا خیلی هم شب نیست، میبینم اتفاقا. خداحافظ. خداحافظ بچه ها.